این افراد محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر مسئولیت دارند فرمان 35 ماده‌ای حکومت طالبان را اجرا کنند. قانونی که بایدها و نبایدهای زیاد را مطرح کرده. مثلا پنهان کردن صورت، صدا و بدن زنان از نامحرم، پوشش مردان در حد پنهان کردن زانو، مکلف ساختن کسبه بازار به نماز جماعت، ممنوعیت ربا و احتکار، اجتناب رانندگان از انتقال زنان بدون محرم و بی‌حجاب، جلوگیری از تهیه و تماشای عکس و فیلم از جانداران، جلوگیری از تراشیدن ریش و اصلاح مو برخلاف شریعت، ممنوعیت فروش و استفاده از اعضای بدن انسان و جلوگیری از ترک و قضا کردن نماز. این قانون به محتسبین اجازه داده که در مواردی افراد را به دادگاه معرفی کنند. مثلا فردی که مکرراً بدون عذر شرعی نماز نخواند